متاویل یه اکوسیستم جهانیه که به شکل یه ساختار یکپارچه ساخته شده و همه محصولات و جوامع رو توی دنیای دیجیتال مشترک دور هم جمع میکنه. بخش‌هایی از اکوسیستم متاویل همین الان فعالن، در حالی که بقیه دارن آماده میشن تا راه اندازی بشن و شبکه رو قدم به قدم بزرگتر کنن. CES هسته اصلی این اکوسیستمه. همه محصولات رو به هم وصل میکنه و به عنوان توکن اصلی و بومی عمل میکنه. سپتامبر امسال CES تو مکسی لیست شد. به زودی این توکن تو OKX و بایبیت هم لیست میشه و این گسترش جهانی ما ادامه پیدا میکنه. WDEX صرافی غیر متمرکز متاویله که همین الان جز 5 پلتفرم برتر روی پالیگان هست. عملکرد خیلی خوبی داره با 340 میلیون دلار حجم معاملات، 2 میلیون دلار کارمزد تجمعی و میانگین بازدهی تا 200% APR تو استخراج نقدینگی. T&S یه برنامه بازاریابی بازی سازی شده تو اکوسیستم متاویله. بیش از 460,000 کاربر بهش ملحق شدن و بیش از 37 میلیون دلار درآمد داشتن. تو سال 2026 TNS ارتقا پیدا میکنه تا از مکانیک‌های مبتنی بر NFT و قابلیت‌های کسب درآمد جدید پشتیبانی کنه. Guru.fan یه لانچپد توکنه که ساخت پروژه ها توش توسط DAO تایید شده و KYC verified هست. یه راه ساده و امن برای سازنده ها فراهم میکنه تا توکن هاشون رو توی اکوسیستم تجاری و بازاریابی یک پارچه راه اندازی و رشد بدن. آکادمی ویل جاییه که یادگیری با بازی سازی ترکیب میشه. به کاربرها کمک میکنه تا با دوره‌های تعاملی، گواهینامه‌های NFT و یه دستیار هوش مصنوعی وارد اکوسیستم متاورس بشن. اینجا آموزش بخشی از تجربه وب 3 میشه، ساده، جذاب و پاداش دهنده. WPlace بازار NFT و مرکز اصلی اکوسیستم متاوینه. اینجا کاربرها میتونن NFT های هر محصول رو جمع‌آوری و مبادله کنن. TNS، WBoost، متاوی و بازی های NFT همه توی یه اقتصاد دیجیتال یک پارچه شدن. ووبوست از طریق NFT های پاسپورتی مالکیت دیجیتال رو به کاربرها میده. هر موقعیت به یه NFT تایید شده وصله که به کاربرها اجازه میده پیشرفتشون رو مدیریت کنن، پاداش IGT بگیرن و تو اکوسیستم متاویل رشد کنن. متاویل یه اقتصاد شهر مجازیه که توش بازیکنها زمین مبادله میکنن، زیرساخت میسازن و از طریق املاک دیجیتال و مینی گیم ها درآمد کسب میکنن. مینی گیم ها و تجارت زمین اقتصاد متاویل رو جلو میبرن. هر ماژول به خلق ارزش واقعی وصله، از ساخت و تعمیر گرفته تا ارتقا. متابانک مرکز مالی متاویله. امکان تبدیل فوری بین CES و IGT رو فراهم میکنه. پایه و اساس مکانیک های آتی دیفای تو متاویله، از جمله وامدهی و وامگیری تضمین شده توکن های CES که برای سال 2026 برنامه ریزی شده. IGT استیبل کوین درون بازی متاویله. میشه اون رو از طریق متابانک یا NFT های خاص به دست آورد و تو همه مکانیک های بازی استفاده میشه. به بیش از 285,000 بازیکن تو کریستال کامی بپیوندین تا پت خودتون رو ارتقا بدین، تو بازی اسنیک بقیه بازیکن ها رو شکست بدین و کریستال به دست بیارین. همین امسال هم قراره تو اکوسیستم تون ادغام بشیم. متاویل قصد داره به 45 کشور گسترش پیدا کنه، فعالیت‌هاش رو تو سراسر جهان کاملا قانونی کنه و جامعه‌اش رو به 50 میلیون عضو برسونه. به ما بپیوندین. اینجا یه سری آمار رو میبینین. بذارین یه نگاهی سریع بندازیم. T&S 465,000 کاربر و 80 میلیون دلار نقدینگی داره، در حالی که WDEX به حجم 340 میلیون دلار رسیده. CES تو مکزیک، یونیسوپ و WDEX معامله میشه. با بیش از 1 میلیون تراکنش ماهانه، 45 میلیون دلار حجم ماهانه و 213,000 هولدر به ارزش بازار 40 میلیون دلار و FDV 550 میلیون دلار میرسه و به اقتصاد متاویل قدرت میده. این اعداد واقعاً قدرتمندن. ممنون از توجهتون. و یادتون باشه باز کردن پتانسیل شما همیشه با یه اکوسیستم خوب فکر شده مثل متاویل شروع میشه.